برای سوکت زدن شبکه ما نیاز به یک سری ابزار داریم. ابتدای کار کاتر کابل، سیمچین، آچار شبکه، سوکت شبکه و در انتها به تستر. برای شروع کار کابل شبکه که مد نظر داریم را به وسیله کاتر کابل روکشش رو جدا میکنین. بعدی که روکش رو جدا کردین زوجها رو از همدیگه باز میکنین و نگهدارنده زوجها رو قطع میکنین. زوجهای به هم تابیده شده رو از همدیگه جدا و صاف میکنیم. برای چیدمان سوکت شبکه ما دو نوع استاندارد داریم. همونجوری که در تصویر مشاهده میکنین استاندارد نوع A و نوع B و در سیستم ایران رایج ترین استانداردی که استفاده میشه استاندارد نوع B هستش و ما هم در اینجا از استاندارد نوع B استفاده میکنیم. بعد اینکه شما سیما رو صاف کردین و در کنار هم به ترتیب قرار دادین به این صورت همونطور که مشاهده میکنین کنار هم به ترتیب قرار گرفته طبق استاندارد نوع B. بعد برای که بخواین قطع کنین اضافی کار رو سوکت رو در کنار کار قرار میدین. این قسمت روکش کابل بعد در این قسمت قرار بگیره و زمانی که پرس میشه تا محکم نگه دارنده باشه براش. بعد که انظر مشخص کردین و قطع کردین داخل سوکت میفرستین. به این صورت در این قسمت مشاهده میکنین که روکش کابل در این قسمت واقع شده و در زمانی که پرس بشه این قسمت محکم میشه. از اینجا میتونید چیدمان کار رو مشاهده کنین و از اینجا هم قسمتی که اومده و تا انتها رسیده رو مشاهده کنین تا سیمی عقب نمونده باشه. و از اینکه همه رو چک کردین و دیدین ترتیب درسته سپس به وسیله کابل آچار شبکه کابل شبکه رو با سوکت داخل قرار میدین و چندین بار پرس میکنین. بعد که پرس کنین این قسمت هم پرس میشه و همه این پلاتینای برنج به داخل سیم کابل شبکه نفوذ پیدا میکنه. و بعد که این سمت دیگه کابل رو شما سوکت زدین به وسیله تستر شبکه این حالا کابل شما هر متراژی که داشت در انتها و این قسمتی که خودتون تشریف دارین وصل میکنین. بعدی که استاد انجام شد با زدن دکمه تست اینجا مشاهده میکنین 1 تا 8 اتصال برقراره و پیغام کانکت روی صفحه ظاهر میشه. اگر در مسیر یا در سوکتی که شما زدین هر گونه قطعی داشته باشه و یا اتصالی رخ داده باشه پیغام شورت روشن میشه با چراغ قرمز. در صورتی که کابل شما کراسوور باشه یعنی اتصال برای دو تا کامپیوتر به یکدیگر یک سر سوکت نوع A و یک سر سوکت نوع B میخوره و اینجا پیغام کراسوور برای شما ظاهر خواهد شد و در صورتی هم که هیچ گونه اتصالی برقرار نشده باشه پیغام نو کانکشن داده خواهد شد. با لایک، فالو و سابسکرایب ما رو دنبال کنید.